داستان مارگیر و اژدها برگرفته از مثنوی معنوی. روزی بود و روزگاری بود، در زمانهای قدیم مارگیری زندگی می کرد. مارگیر به کوه و دشت و صحرا می رفت، مار می گرفت و آنها را به شهر می برد و به طبیبان می فروخت تا از زهر آن مارها دارو بسازند. مارگیر با مارهایی که می گرفت گاه برای مردم شهر نمایش‌هایی ترتیب می داد. در این روستا و آن روستا و این شهر و آن شهر می گشت و به هر جا که می رسید بساط خویش را می گسترد و مردم را دور خود جمع می کرد و برای آنها نمایش می داد. تماشای بازی با مارها برای مردم جالب و سرگرم کننده بود. برای همین هم پس از تمام شدن نمایش هر کسی سکه‌ای در کف دست مارگیر می گذاشت و او با این سکه ها روزگار می گذراند. روزی از روزها که زمستان بود و برف همه جا را پوشانده بود، مارگیر قصه ما به سوی کوهستان پربرف به راه افتاد تا مار بگیرد. رفت و رفت تا اینکه در دل کوه چشمش به اژدهایی عظیم افتاد که مرده بود. مارگیر در ابتدا خیلی ترسید و گمان کرد که اژدها به خواب رفته است، اما وقتی که خوب دقت کرد متوجه شد که آن اژدها مرده است و جان در بدن ندارد. همینطور که اژدهای مرده را تماشا می‌کرد، ناگهان فکری از سرش گذشت. با خود اندیشید خوب شد این اژدها برای نمایش در برابر مردم بسیار مناسب است. آن را با خود میبرم و به مردم نشان میدهم و میگویم که خودم آن را با همین دستهایم کشتم. مردم وقتی اژدهای مرده را ببینند چاره‌ای ندارند جز آنکه حرفم را باور کنند. آن وقت با دیده احترام به من نگاه میکنند و میگویند عجب مارگیر شجاعی، آنقدر قوی و ماهر است که حتی میتواند اژدها را هم بگیرد و بکشد. اگر دیو هم در برابرش ظاهر شود مارگیر ذره‌ای نمی‌هراسد. مارگیر با این اندیشه پوچ و خیالی خودش را فریب داد. مارگیر که برای گرفتن مار کاری انجام میداد که هر کسی جرأت آن را نداشت، هنر خویش را فراموش کرد و به کار بزرگتری که در واقع انجام نداده بود دلش را خوش کرد. او میدانست که گرفتن مار کار دشواری است، اما کشتن اژدهای مرده از عهده هر کسی بر نمی آید. به هر حال مارگیر اژدها را به شهر آورد. او در کوچه های بغداد راه می رفت و اژدهای عظیم را به دنبال خویش می کشید و به صدای بلند مردم را برای دیدن اژدها فرا می خواند. مارگیر همانطور اژدها را می کشید تا جایی وسیع و مناسب برای نمایش پیدا کند. اما افسوس که او به سوی مرگ میرفت و خبر نداشت که اژدها نمرده است. مارگیر بیچاره نمیدانست که مار در زیر برف و در سرما منجمد شده و بیحال افتاده است و وقتی خورشید سوزان بر آن بتابد زنده می شود. او نمیدانست که اژدها در کوهستان سرد و پربرف مرده است و در بغداد گرم و در زیر تابش آفتاب زنده خواهد شد. مارگیر بالاخره در کنار شط که جایی وسیع برای اجتماع مردم بود بساطش را پهن کرد و مردم را برای دیدن اژدها خبر کرد. خبر به سرعت در شهر پیچید که مارگیری توانسته است اژدهایی را شکار کند. کم کم مردم دور مارگیر جمع شدند. مارگیر منتظر بود تا مردم بیشتری جمع شود تا او بتواند پول بیشتری گرد آورد. مردم نیز بی‌صبرانه منتظر بودند تا او نمایش خود را آغاز کند. مارگیر روی اژدهایی را با تکه‌ای پارچه پوشانده بود تا به موقع پرده از کار خود بردارد. مارگیر هنوز نمایش خود را آغاز نکرده بود که ناگهان متوجه شد
تکه ها و پرده های روی اژدها تکان میخورد. خوب که دقت کرد دید اژدها میجنبد. مردم نیز کم کم متوجه زنده شدن اژدها شدند و غوغایی در میان آنها برپا شد. مارگیر با حیرت و ترس به اژدهای زیر تکه ها نگاه میکرد. ناگهان دید که اژدها بندها را پاره کرد و از زیر تکه ها بیرون آمد. مردم از دیدن هیبت اژدها پا به فرار گذاشتند، اما در حین فرار تعداد بسیاری کشته شدند. مارگیر از ترس در جای خود خشک شده بود، اما از آنجا که ادعا کرده بود آن اژدها را خودش کشته است نمیتوانست عقب نشینی کند. لذا به سمت اژدها رفت تا او را دوباره بکشد. اژدها مارگیر را خورد و بسیاری از مردم را